سلام بچه ها، مخلصم، چاکرم، خوش اومدین به کانال خودتون بچه ها. چاکره بچه ها. توی این قسمت علی سلطانی اومده توی تاجیکستان و پیش بزرگان دعوت شده و یه ولاگ خوشگل و خفن گرفته که من بهش ریاکشن رفتم. بریم با هم دیگه ببینیم. امیدوارم که شما هم خوشتون بیاد. لایک و کامنت هم یادتون نره و بریم و ببینیم. لیتس گو. سیدم جلو نشوندن. ایشون پدر زنده باش، پدر آقا مراد گلن و ما دوستان داشتیم تو را می اومد. ها واقعا هم شبیه آقا دوست مراد هستش پدرش، یعنی دوست مراد شبیه پدرش خدایی. خوشتیپه. تو را می اومدیم دیگه، هر کی اومدیم. کجا اومدیم؟ خیلی لوتیه. جشن دوست مراد من چاکرتم، تو قلبمی. سلام تا یک ماه بعد از به اصطلاح ما میگیم لحظه تحویل سال تاجیکستان جشن نوروزی میگیرن. یا خدا، این جشن مراسم خاص خودش داره. سلام علیکم. ماشاءالله. واقعا بچه تا یک ماه بعد از اینکه نوروز تموم میشه، یعنی بعد سال تحویل، تا یک ماه شما جشن میگیرید. ما تا 13 روزه 13 به درم میریم سفر دیگه. خیلی باله، دمتون گرم. چه آب و هوایی، چه روستایی. اسم این دوستان چیه بچه ها؟ سلام. لباس های خوشگلی چه لباس های خوشگلی. بسیار عالی. مهمونه اینجا میکنن دارن الان صبحونه میشه جمع میکنن. به به. اوه ماشاءالله. این دندی با شیر، دندی با شیری با شیر گاو، تو با گندم چه ماشاءالله. با کالا پوچه شکامبه گو. ماشاءالله. آبخوته میلی. چه پیشمزه و خوشلعاب هم هست. آشپلو. آقا بچه آره آشپلو شنیدید؟ برنج و شبیه سبزی به هویجش میگن، شبیه قابلی پلو ازبکیه، اینجوری پر روغن. اینو روغن هم بچه خیلی چرب نیست این غذا. آشپلو به نظرم خیلی چربه چون خیلی روغن داره. آشپلو بهش میگن. آشپلو از آخر ماشاءالله. چه بخوریه گپ شکمه. سلام علیکم. شما بفهمید اول زنده باشید. بفهمید شما زنده باشید. بفهمید. به قرآن عشق میکنی. چقدر هم سر وقت رسیدین علی سلطان عزیز، به وقت نهار رسید. یعنی ما هر وقتی که وقت غذا یکی میاد میگم که مادر زنت مثلا دوستت داره مادر زنت، مادر خانومت خوشوت دوستت داره و سر غذا رسیدی. شما ما همین گوشی میشیم. با هم میشیم. ما همین ماشاءالله. نه ما همین گوشی میشیم. باش بزرگ باش. زنده باش. چشم همجوری. همینجوری. زنده باش. از این حالت آشتوری که با شیر و گندم درست شده بزنیم. شیر و گندم بزنیم. زحمت کشیدم. اوقات قدیم مادرای کهنه سالمان همیا بود. مادرمان 99
نوادم بندی کردن هم خیلی خوشا میکنن. تو خورده؟ جالبی داره، شور و شیرینه، خیلی هم مهان. من خودم اینجوری شارژ میکنم. خیلی مهان داره. شما درد نکنه. این فرمودی اسمش چیه؟ بیشیر؟ دنگیچانه. دنگیچه. این دنگیچه، این کله پاچه است. همون کله کله پاچه. یه چیز جالبه، این ظرفا ساخته روسیه است و قدیمیه. این ظرفا چینی ساخته روسیه. نه ما میگیم چینی، آره، ولی این لابه چینی، این طرح مال ساخته روسیه است. توی ایران هم پیدا میشه، این از قدیم از روسیه میومده. البته شما چون با روسیه ارتباطتون بیشتر بوده، این ظروف اینجا بیشتر دیده میشه. وقتا میگم آقا این درش پلم با بود، دنش دوستمون زحمت کشید با دندونشون کرد شد. دندون واقعیش یا مصنوعیه؟ با لب یک دونه دندون داره، دندون که داره دندون، اینه دندون واقعی طبیعیشه. ماشاءالله تا به این سن آقا خرابش نکن. ماشاءالله از دندونش به جا سربازکل استفاده کرد. بعد بگی با دندون بیگاری یک دندون داره، اما از یه دوله استفاده میکنه، سربازکل کرده. نمشکر این با کارد و چاقو و سویچ و هرچی انداخته بودیم باز نشد دیگه، بنده خدا زحمت چی کشید. عجب. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. زنده باشی. یه جمله که میگم پروردگار ما رو به سال دیگه عید هم برسونیم. یک سال. آخه چقدر این جمله زیباست. میگن پروردگار ما رو تا سال دیگه به عید برسون. این چقدر، یعنی عید چقدر مهمه واسه شون. خدا همه فارسی زبانان زنده نگه داره، از عافیت، لباس عافیت بپوشون و سلامت بداره. این یک سال دیگه هم ما عید رو ببینیم، بعد میگن الله اکبر. خیلی الله اکبر. آقا قشنگ انگار من اومدم توی دربار خود، اصلا آب و هواش. بابا اینجا رو ببین. تاجیکستان نوروز مبارک شما رفتیم. قشنگ اینجا آب و هواش اینا. بابا نگاه کن قشنگ تو دربار اومدی، خیلی باحاله. میگم اصلا صحبتایی که میشه بین مردمشون دور هم میشینن، دغدغه‌ها، حرفا، همه چیزایی که قدیمی‌ها میشستیم تو مجالس قدیم 4 تا بزرگتر بودن با هم دیگه حرف می‌زدن. فلان جا مثلا فلان گوسفند اینجوری شد، یا فلان جا بارون اومد، برف اومد، کشتی محلی اینجوری شد اونجوری. اصلا یه چیزای قشنگ من آورد به 20 سال پیشه، خاطرات عالی. جمع پرنده‌های اینجا چقدر راست میگه. این مینا یا مینا بهش میگن، از قدیم اینجا بوده. شما بچه بودین گفت آره مینا، گنجش بلی چه وقتی گفتی؟ مینا، گنجش، موسیچه از قدیم بوده. کفتر از قدیم همینجا بوده. موسیچه همینجا. مولا هوتوتک داشتیم و مولا هوتوتک فکر کنم حدودو میگن. این که ها مونده اینجا که در مای بود. باشه هستای، خوب هستای، کارگس هستای، اکای دمدراز هستای. چه پرنده هایی؟ غاز هستای، خراغ هستای. آفرین. شور پرنده هستای. سیمگ هستای. الان کجا داره میره این؟ دریای بخش. ها اینا رو دارن میبرن دریاچه، یه دریاچه خوشگل و خفن. ماشاءالله ماشاءالله. زیبایی تاجیکستان. یه چیزی من جلو پلاکا پرسیدم، پلاک نامبرها مثل دبی خرید و فروش میشه و پلاک هرچی رونتر باشه به اصطلاح رقماش جورتر باشه، آره ارزش بالاتری داره. نمیره خمار رو میخرم. میخرم. عذاب. بده. فکر کنم اینجا ویلا توره. ما فکر کنم الان علی سلطان رو آورده، رفیقمون آوردتش تو محله خودشون، تو روستای خودشون، تو اون منطقه خودشون و چقدر منطقه قشنگی. همون لحظه ای که رسیدن سفره رو بند کردن، خوردن، مردم دور هم جمع بودن، بچه‌ها بازی میکردن. بعد آوردش یه جای خلوت که دریا هستش، آب هستش، دریاچه هستش، آب و هوای خوب که برن دیدن بزنن. خیلی خفنه. ویلا توره مال با هم دعوت کنید. حالت باقی کنار همین، حالت این آب پشت سده، اینجا بهش میگن دریا. به رودخونه ها اینا میگن دریا. و چقدر با صفاست. بریم با هم دیگه ببینیم چه خبر اینجا.
تهش ببینیم چجوریه. ماشاءالله. هر وقتی که خوام که اصابم آرام باشم ببین امروز میشینیم هم طرف جا میکنم. به 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 چه صندلی قشنگی دید. صندلی که اینجور تکون میخورد. اوه اوه چه آبی. مامه شیر بی بی. مامه شیر بی بی چه خوشگله. اونجا نگاه کردم صبر آرام کردم نیست. به این آب پشت مخزن صد میگن آب انبار و آب صد رو نگاه کنید چقدر زلاله. چقدر زلاله. آب رو خوردن آب صد. آقا شیرینه دیگه. آب خدا رو شکر خیلی زیادی داره، برقش هم خیلی زیاده و آبش به خاطر کوههای زیادیه که چشمه رودخانه از اونجا جاری میشن و میان و برقش هم به خاطر این سدایی است که پشتش این توربینا برق رو تولید میکنن.